سلام، مقداد نمایان هستم. با تحلیل شاخص کل در خدمتتون هستم. شاخص کل بورس پس از رشدی که داشت و این کندل مارا بزرگی که زد، یک اصلاح زمانی را انجام داد که اصلاح خیلی عمیقی هم نبود و الان در حال حاضر به باند حمایتی 2,140,000 واحد تا 2,170,000 واحد رسیده که این باند حمایتی در گذشته چه به عنوان حمایت و چه به عنوان مقاومت خیلی خوب عمل کرده و میشه انتظار حمایت مجدد داشت. از طرفی ما اگه بخوایم یه ترند لاین از اینجا رسم بکنیم، ببینید این ترند لاین در گذشته هر موقع شاخص بهش برخورد کرده یک حمایت شده و یک رشد داشته، اینجا یه دفعه، دو دفعه و سه دفعه، و انتظار داریم این بار هم پس از برخورد به این ترند لاین یک حمایت بشه و یک رشد رو داشته باشیم. اگر از طریق ایچیموکو هم بخوایم بررسی بکنیم، کیجنسن ایچیموکو هم دقیقا زیر همین باند حمایتی و روی ترند لاین قرار داره و احتمالاً ظرف یکی دو روز کاری آینده کیجنسن یک حرکت کوچیک رو به بالا خواهد داشت و همین حرکت رو به بالا و این باند حمایتی به همراه ترند لاین احتمالاً موجب پایان اصلاح و رشد شاخص کل خواهد شد. ممنون که به این ویدیو